سلام دوستان، حالتون چطوره؟ کیفتون کوکر ردیفین؟ امیدوارم خوب باشین. همه میدونیم عادل بودن خصلت مهمیه و اگه عدالت نباشه شاکی میشیم و آب روغن قاطی میکنیم. اگه زورمون برسه از بی‌عدالتی شکایت میکنیم. اگرم نه دست بر شخمان کشیده و عذاب میکشیم و تو خودمون میریزیم. مثلا یک مثال بزنم، شیر فهم بشین، تصور کنی ننه بزرگوار به خواهر یا برادر کوچیکتر چیزی بده مثل شکلات یا خوردنی یا غذا و به شما نده، شما چیکار میکنی؟ حالت خراب میشه، درسته؟ خب یک داستان میگم از بی‌عدالتی. فقط خواهشاً دوستان و عزیزانم که ما را در امر خاکسپاری یاری کردند. آقا اشتباه شد، قاطی کردم. دوستان عزیزان خواهشاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. من سعی میکنم هر چند سال یک بار داستان بذارم، پس انگول رو بزن به محض اپلود ویدیو فرزندان شما بتوانند ویدیو رو ببینن. آره بریم سراغ داستان، گوش لذت بسپارید. خب روزگاری شخصی به نام نادر پولی به مبلغ $1500 به رفیقش شاتر داد. شاتر با اون پول میخواست آیفون پرومت بخره و صفا کنه. بله، شاتر به آرزوش رسید، گوشی رو خرید. بعد مدتها نادر اومد جا رفیقش گفت داداش بیا هممون پول مارو بده، لازم دارم ناموسن برم 1 کیلو مرغ وبرنج بخرم برای دخترم خواستگار میاد. شاتر گفت برو فردا. بیا فردا اومد، باز گفت پس فردا بیاد و همینطوری هی نادر رو میپیچوند تا اینکه 1 سال گذشت. نادر که دیگه اعصابش شخ میشد و با 7-8 تا از گنده لاتی محل رفتن. با 7-8 تا از گنده لاتی محل رفتن بالا سرش و بهش گفتن مرتی که فرقو صفت بیا پول بنده خدا رو بده، مگرنه همچین میزنمت که تا 1 سال داخل خونه بقالی بگی باقالی. آره بدو سری بده. شاتر که دید اوضاع خیلی خیتر پا به فرار گذاشت و دوید و نادر پشت سرش رفت دنبالش. پی شاتر بود و هی نادر بود و همینطوری میدویدن که شاتر چشمش زد به یک یارویی که داره دنبال اسبش میده، از ونجایی که با سن مبارکش میخارید و اصولاً کخ داشت. یک سنگی برداشت و محکم زد به سر اسب بیچاره و کورش کرد. صاحب اسب خیلی حالش خراب شد و یه سیگار کشید و همینطور که میکشید دنبال شاتر افتاد و تصمیم گرفت شات رو مجازات کنه. بله دوستان، نادر و صاحب اسب دنبال شاتر بودن. از یک سر دیگه مردی که پدر شکول کرده بود تا ببرش پیش حکیم تا خوبش کنه. شاتر همینطور که فرار میکرد حواسش نبود و محکم خورد به اون مرد و پدرش محکم افتاد رو زمین و در کسری از ثانیه دار فانی را ودا گفت. روحش شاد و یادش گرامی. مرد که دید پدرش مرده گفت من باید انتقام خون پدرمو بگیرم و شمشیر خود را درآورد و به دنبال شاتر افتاد. 3 نفری دنبالش بودن. از اون بر صاحب خری بود که هر کاری میکرد خرش تکون نمیخورد. شاتر که از کنار خر رد شد دم خرو محکم گرفت و دمش کنده شد و خر بیچاره به ارعر افتاد. صاحب خردلش سوخت و دنبال شاتر افتاد. کلن شاتر کخ داشت. همینطوری دنبالش بودن که دیگه شاتر جونی نداشت که فرار کنه و افتاد زمین و به غلط کردن افتاد. اونام که دنبالش بودن وقتی رسیدن بهش به 11 روش سامورایی و 33 روش امریکایی ترتیب شات رو داد و بعد گفتن حالا میبریمت پیش قاضی تا عدالت اجرا شود. جونم براتون بگه که آقا همین که رفتن پیش قاضی یهو شاتر رفت دید به قاضی رفیق 6 قدیمشه، قبلا کف دستی میزد الان قاضی شده. بله اینجا در باسن مبارک شاترخان عروسی شد و رفت قاضی رو مچ بسمیایی کرد. قاضی گفت واتساپ برو تو کجا اینجا کجا، بیا بریم قلیون بزنیم. گفت اینا اومدن از من شکایت کنن، هوا ما رو داشته باش که بعدن یکم تریاک اسب دارم میفرستم هلیکوپتری بزنی. خب قاضی گفت بیاین ببینم چتونه، چرا شکایت دارین؟ اولین نفر نادر بود. گفت آقای قاضی من به این بیفانوس پول قرض دادم زمانی که قاضی قبلی بود. قاضی گفت شاهدت کجاست؟ قاضی قبلی مرده. اگر هست بیار. نادر گفت بالا دیگه شاهد ندارم. قاضی گفت پس حتما دروغم میگی، میدم از وسط نصفت کنن یا برو پی کارت. نادر گفت مرتی که مادر فاگر نخواستم بی خیال. نوبت بعدی رسید. صاحب اسب گفت این مردک اسب منو کور کرده، باید خسارت بده. قاضی گفت خوب باید بفهمیم نصف قیمت اسب چقدره تا نصف قیمتو بده. بله پس به سرباز گفت
برو اسب این مردکو نصف کن و بیاور. مرد که پشمهایش ریخت گفت این چه ظلم است روا می‌دارید. نخواستیم بابا ولش. مرد بندی اومد گفت آقا قاضی ما بد نبودیم، بلد نبودیم. آقای قاضی ما حقمون این نبود. قاضی گفت چی سوسه میگید؟ مرد گفت شرمنده یک صحنه هنگ کردم. اره این مرتیکه شاطر پدر پیر منو کش باید قصاص بشه. قاضی گفت سن پدرت چقدر بود؟ گفت 152 سال. قاضی گفت برگهایم باز سلامتیش چی بوده؟ گفت آب باد هوا و خاک حاصلخیز. قاضی گفت شگفتا، ولی در کل من نمیتونم یه جوان 22 ساله رو به خاطر یک مرد پیر قصاص کنم. باید صبر کنی شاطر به سن 152 بره، بعد تو بیاد به روش سامورایی کرشو قطع کن. مرد که کمرش رگ به رگ شد نخواستیم اصلا بیخیال. بابت رسید به آخرین مرد. صاحب خر؟ بله. صاحب خر گفت هیچی. آقای قاضی چیزی نشده. شاطر گفت من دم خر این بنده خدا رو کشیدم و کنده شد. مرد که ترسید الان قاضی اینو جریمه نکنه یا یه سوشری نگه کمی تفکر کرد و جمله حکیمان از دهانش جاری شد. خر ما از کرهگی دم نداشت. بله اینجا همه بسی متعجب شده و این مسئله در میان جامعه رواج پیدا کرد. خب دوستان این داستان تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ناموسن دیگه لایک و سابسکرایب کن. من دهنم کف کرد برم یه چای بزنم ردیف بشم. فعلا خداحافظ.